اولا خوش آمد عرض میکنیم به همه برادران عزیز، مسئولان و بلندپایگان نیروی انتظامی. انشاءالله همه تون دوش گرفتید. به وزیر محترم کشور هم که دوش گرفته است خوش آمد میگم. با مزه اینجاست. بنده هم دیدم رئیس جمهور هم دوش میگیرد. نیروی انتظامی مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است. یعنی جمهوری اسلامی که جزء وظایفش این است که شب که مردم تو این خیابان رفت و آمد میکنن با عوارض ناامنی مواجه بشن. بایستی محیط گردشگاه ما، محیط بوستان ما، محیط خیابان ما، محیط مدرسه ما جوری باشد اونجایی که مرد از خانه خارج میشه، زن از خانه خارج میشه، جوان و فرزند از خانه خارج میشوند بدون اینکه خاطر جمع باشن که دوباره به خانه برخواهند گشت. و لازم تشکر کنیم. من تشکر میکنم. مسئولان و بلندپایگان نیروی انتظامی برجسته ترین و مهمترین نیازهای ما رو در محافل شبانه در جای گوناگون تأمین میکنید. خودتون هرچه میتوانید میکشید. منتها به این اکتفا نباید بکنید. باید نیتتون، همتتون این باشد که هرچه ممکنه به بنده حال بدید. بالاخره ما مواد مخدر احتیاج داریم.